سلام دوستان عزیزم، دیگه بازم با یک ویدیو دیگه از ما خوش آمدین. امروز می‌خواستم یک کیک تولد برای دخترم، فردا تولد داره. می‌خواستم یک کیک تولد جور کنم. این دفعه اول میاد که باشه چه رقم میاد بخیر درست کنم، بین با هم درست کنیم که چه رقم میاد. یک تا تاش دارم دوستان عزیزم. دیگه یه چیز ظرف گرفتم، ظرف شیشه قد کوچیک نداشتم اندازه ازی. دیگه در ظرف شیشه درست میکنم. ولی من یک ظرف خوب چور کنجی چیز هستم. دیگه و یک بسته از این کیک‌ها، از این کیک میگم از این بیسکویت‌ها یک بسته لازم دارم. دیگه دوستان عزیزم اینجا از این خامش رو درست کنم. دیگه دوستان عزیزم شکر دارم. دیگه اینجا شیر، همین موادهای کیک از ماست. دیگه باشم پودر شکلات هم بیارم بخیر درست کنم که ان شاء الله که بخیر خوبش بیاد. که دفعه اول میاد که ما کیک تولد درست کنم، بخاطر که ما اصلا درست نکردم. گفتم با شما هم شریک بسازم دوستان عزیز که چه رقم میاد کیک. دیگه هم که اصلا نشسته است، یکم نشستم لازم دارم دوستان عزیزم. دیگه وانیل 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 مونده نه دیگه یک پاکت وانیل لازم دارم دوستان عزیز. دیگه خیلی عزیز عرفا نوتای کیک میذارم. دوستان عزیزم میرم دازه چی درست کردم و ظرف اوس کردم، شیر آوردم یا کم بزرگ کردم زی جارونم. دیگه یعنی را آماده کردم. بریم سراغ بخیر بریم سراغ امزی شکلات چی رو درست کنیم. دیگه دوستان عزیزم در قدم اول 3 قاشق آرد رو اضافه می‌کنیم. دیگه در قدم دوم پودر شکلات اضافه می‌کنیم. دیگه 4 قاشق دیگه از این کارنفلور از این اضافه می‌کنیم. از این نشسته جواری باشد خیلی خوبه. از ما نشسته جواری نبود دوستان عزیزم. نشسته دیگه 1 گلاس شکر یا دوستان عزیزم خوب مخلوط میکنیم. دیگه 1 قاشق از وانیل شکری دارم دوستان عزیز. اگر وانیل چی داشته باشیم و نداشتیم در خانه ولی مغازه بسته شد. دیگه از وانیل شکری رو مال 1 قاشق اضافه میکنم. اینا رو همش رو با این صورت دوستان عزیزم میکس میکنم. دیگه حالا دوستان عزیزم نوبت به شیر موندم. دیگه حالا 1 لیتر شیر رو دوستان عزیزم اضافه میکنیم. سر ما خوب مخلوط میکنیم. خوب باید مکس شود دوستان عزیزم. دیگه ولی اینو گفتن نمونه حرارت خاموش است تا اینو خوب مخلوط شود. همیشه دوستان عزیزم همیشه ما که تولد برای دخترای میخریدم دیگه سفارش میدادم. دیگه این دفعه خودم تصمیم گرفتم گفتم باشه یک دفعه خودم درست کنم که هیچ رقمی میامزی که تولدی را از سمز بسکویتا درست کنیم. میام یک شوق کردم که باشه این دفعه چی رقمی اگر خوبش اومد که خوبه، اگر نیامدم یک دیگه بس فردا بخیر مورد میخرم. شما دعا کنید دوستان عزیز که خوبش بیاید. دیگه 1 لیتر شیر دوستان عزیزم اضافه کردم همه‌اش را. حالا همش مخلوط شده. زیر اجاق روشن کنیم و حالا هم میزنیم خوب مکس میکنیم تا شیر به جوش بیاد.
ولی دوستان عزیزم دو قاشق همزی مسکه اضافه کنم. ممکن بود که دیس چفه در زبان چیز مسکه هزارگی افغانی دو قاشق پرم نشده بخاطر که چیز است قاشق. دیگه با این صورت دوستان عزیزم مخلوط می‌کنم کم کمی مسکه ماو شود. دوستان عزیزم با این صورت که شد دیگه مثل فرنی میشه دیگه این را از سر حرارت برمیداریم. دیگه اولا بخیر در سر امزو کیکس اضافه میکنیم. دوستان برای گنزر دیگه اونجا بخون نمیت کم کن شد دیگه دوستان عزیز با این صورت دیگه سرازی میرسیم. دیگه با این صورت بسکوت رو بریم خفت بال که این بسکوت باید خیلی زیاد نتونش بخور گفتم یا قصد دیگه هم بخشم نشتیم. دیگه دوستان عزیزم یک قطار دیگه میذاریم دیگه همهش رو با این صورت اصلا تو خودم کمک کنم بخزم نزید رو بیا دیگه قطار شد دیگه میتر دوستان عزیزم هر چقدر که بسکوت مثلا هر چقدر میخواستن این چیز باشد همی دبلتر بیا بسکوت زیادتر میذاریم. از ما می دفعه سوم میشه که بسکوت میذارم میتر دیگه دوستان عزیز با این صورت دیگه هم لای آخر شد دیگه هم شکلات هم خلاص شد دیگه با این صورت شکلات همی مواد خوب در سر از این میمالیم. دیگه هم دوستان عزیز از شکلات از ما از این کیک تولدی که بخیر تا فردا معلوم میشه که چی رقم یا مدت 1 ساعت داخل یخچال قرار میدیم دوستان عزیزم. بعد از پس بخیر در رویش را خامه کشیم نه دوستان عزیزم ادامه کار دیگه از این خامه پودر خامه گرفتم یارم دوستان عزیزم از مغازه ترکا خریدم پودر خامه را دوستان عزیز یکم از این رنگ میرزم ایش را رنگی کنم باشه که چی میبرایم.
فیلم چی؟ چی شد وسط فیلم؟ مرتن اسمم بیدی سبب موقعی کشه سینه پاکنم اسمم بیدی؟ باید را دیره دوستان عزیزم از او ظرف داخل از این ظرف قرار دادم این خامه کشید خدا حقا چیز مازم بیده چیز اشتغال زیادی Ja, mozaik mozaik. Cake? pink. Pink چون Not pink. Wat dan dan? Goed, waarom is maar? Like this. یا قربان این اشترام اما گوش نه بول کیف چون مستقیم هم دوست دارم Gaan we maar. Want dat was eine. زیاد نه Ding مقصد weer? مال قلبون کام زیاد Diese. Was ist das? Diese. Was ist das? ما دوستان عزیز از دستگاه مسکایش هم هیچی ندارم قدر میزی یک کمی متر یکی باید لاشم کنم و آماده کنم تا بخیر همه وسایلش رو بگیرم که باید Das خوب ist خوشی eine. بکنم یادم خوشو کنم اصلا فکر میخوام از دم چیز بکنم یادم چه خوبه و چیز بدم چه کنم مفتم که کم دستم از زیاد وسایلش نیقدم زنایت لاشم نمیشه که در خود از نمیشه دیگه دوستان عزیزم میام خامه کشی کردم دیگه دستگاه مسکای چیز نداشتم که لاشم مکدم دیگه میقدر که جور کردم دیگه این حالم یه چیزایش را بخیر چیز میرم که این گلک جور کنم اگر شا وقت است oldu korkutucu. Çok çekmiş bunlar. دوستان عزیزیم از کیک ما که آماده شد بخیر بگذرد جشن تولدم در پایان رسید دیگه اینو با این صورت یه رقمی آمده بریش کردیم خیلی هم قشنگ خیلی هم خوشمزه آماده دوستان عزیز خوش رنگ و خوشمزه اینم از خود ماسته جایتان خالی دوستان عزیز دیگه همین ویدیو از ما در پایان میرسه دیگه خدایا رو نگهدارتان تا ویدیوی بعدی